بریم عملکرد 5 تا از بهترین دریبل زن‌های فصل قبل لیگ قهرمانان اروپا رو مرور کنیم. رتبه 4 مشترکاً به جمال موسیالا و عثمان دمبله با 62 دریبل موفق میرسه. موسیالا با دریبل‌های درون پا و حرکات فریب دهنده بدن در فضاهای تنگ غوغا میکنه. دمبله هم با قابلیت دریبل زنی با هر دو پا و تغییر مسیرهای لحظه‌ای کابوس مدافعین حریفه. رتبه 3 رافائل لیائو با 64 دریبل موفق. لیائو با گام‌های کشیده و حرکات مارپیچی مثل باد از بین مدافع‌ها رد میشه. سبک دریبل زنیش ترکیبی از قدرت فیزیکی و ظرافت تکنیکی. رتبه 2 وینیسیوس جونیور با 82 دریبل موفق. با استارتی برق‌آسا و حرکاتی مملو از تراوت و ریسک، وینیسیوس استاد نبردهای تن به تن در فضاهای بازه. و رتبه اول لامین یامال با 109 دریبل موفق. فوق ستاره معجزه‌گر بارسا با ترکیبی از سرعت، هوش و کنترل توپ خیره کننده، مدافعا رو با دریبل‌های کوتاه و انفجاری در تنگنا میذاره، طوری که انگار توپ به پاش دوخته شده.